5 پارامتر انتخاب رم. اولین پارامتر نسل رم. در حال حاضر 2 نسل DDR4 و DDR5 از رایج‌ترین نسل‌های رم موجود در بازار. دومین پارامتر ظرفیت رم. ظرفیت رم بستگی به نیاز شما دارد. برای مثال رم 8 گیگ برای کارهای روزمره، رم 16 برای بازی و رم 32 برای کارهای تیریدی و رندرینگ مورد نیاز. سومین مورد فرکانس رم. فرکانس یا سرعت رم. فرکانس رم هر چقدر بالاتر باشه سرعت انتقال داده ها نیز بیشتره. چهارمین مورد CL یا لاتنسی. CL یا نرخ تأخیر رم. هر چقدر CL یا تایمینگ رم پایین تر باشه سرعت انتقال داده ها و پاسخگویی رم سریعتره. پنجمین مورد نوع رم اکسپو یا XMP که CPU های AMD از سری رم های اکسپو و CPU های اینتل از سری رم های XMP پشتیبانی میکنه.